پیوند خوردن سکاها با بلوچ‌ها. آخوند محمد صالح در کتاب کوردگالنامه به جزئیاتی در خصوص سکاها و همپیمان شدنشان با پارتهای بلوچ و برقراری پیمان نامه اشاره نموده است. کوردگالنامه میگوید که 21 قبیله از قبایل سکا پیش از ورود قبایل ماد در توران و زابلستان زندگی می کردند. سکاهای هند و مکران و سکستان. در خصوص پیشینه ارتباط سکاها و بلوچستان، پژوهشگران معتقدند که سکاها قبایلی بودند که قبل از قرن هفتم پیش از میلاد به طور بیابانگردی زندگی می کردند و به طور گسترده‌ای پراکنده بودند. در این میان سکاهای دریای سیاه به قلمرو مادها که حکومتشان پیش از هخامنشیان بود حمله ور گردیدند و در اثر شکستی که از مادها خوردند به طرف کرمان و سیستان رانده شدند و بعدها به نام سکاهای همورگا نامیده شدند. در ادوار بعد به درون مکران و سند نفوذ پیدا کردند و در پنجاب و هیماچال، پراداش و گجرات استقرار یافتند. بعدها دسته دیگر از این سکاها که بین جیهون و ماوراءالنهر زندگی می‌کردند نیز نهایتاً به سمت قلمرو اشکانیان مهاجرت کردند. با فرهاد دوم و اردوان دوم جنگ کرده و آنان را به قتل رساندند و نهایتاً به درنگیا یا همان زرنج مهاجرت کردند و با دیگر گروه سکاها مخلوط گردیدند. ورود مادها به توران و همزیستی با سکاها. نویسنده کوردگالنامه معتقد است که بعد از تسلط مادهای بلوچ بر منطقه، بعضی از اقوام نژاد تورانی که قبل از آنها از آسیای میانه به ارتفاعات توران کوچ کرده بودند، با ورود مادها همچنان در توران باقی ماندند و حاکمیت مادها را پذیرفتند و از آنها تبعیت کردند و رفته رفته با آنها حشر و نشر و اختلاط پیدا کردند. این قبایل به گفته نویسنده کوردگالنامه به زبان سکایی صحبت می کردند که به خاطر تلاش حاکمان جدید برای تعامل با آنها رفته رفته تأثیر زیادی بر روی زبانهای مادهایی که آمده بودند گذاشتند و این زبان بعدها از شکل مادی و کردی خود خارج شده و در اثر اختلاط این دو زبان، زبان بلوچی شکل گرفت. در دوره امیر امیران، میر خفی پسر میر بسام، حاکم وقت توران، چند تیره بزرگ سکا به نام سلگور و ساگدی از زابلستان به توران مهاجرت کرده و در توران ماندگار شدند و بر اساس رسم بلوچ‌های ماد که به آن استخوان شکاندن می‌گفتند، این قبایل به عنوان بخشی از طوایف بلوچ پذیرفته شدند. در این مراسم بلوچ‌ها عمامه به سر رئیس قبیله بیگانه می‌گذاشتند و سپس وی قسم و سوگند اتحاد و وفاداری می‌خورد و پس از آن دو گروه با یکدیگر غذا می‌خوردند. بعد از این مراسم رسما قبیله خارجی جزوی از قبیله بلوچ‌هایی که برای آنها سوگند خورده بود قرار می‌گرفت و نام و شهرت آنان را می‌پذیرفت. سکاها در زابلستان. جنگ‌های مختلفی علیه سکاها در منطقه رخ داده است. از سویی با اشکانیان، از سویی با کوشانیان و از طرفی با بلوچ‌ها. حکومت سکاها بر زابلستان. مهاجرت سکاها رفته رفته باعث شد که جمعیت آنها در منطقه‌ای که سابقاً به نام زرنج و زابلستان شهرت داشت افزایش بیابد و از آنجایی که قبایل جنگاوری بودند بر منطقه زابلستان چیره شده و قدرت‌های محلی منطقه را به دست گرفتند و از آن پس به فکر تصرف مناطق دیگر افتادند. اولین شاه سکایی در 1 دهه پیش از میلاد مسیح فردی به نام مائیسس بود که به سمت هندوستان یورش برد
و شمال هندوستان و مناطقی که امروزه شمال پاکستان هستند را به تصرف خود درآورد و خود را شاه خواند. از آنجایی که اشکانیان در عمل انجام شده قرار گرفته بودند، با انعقاد قراردادی حاکمیت آنها بر منطقه زابلستان که تا پیش از این در کنترل بلوچ‌های قبایل پارتی بود را پذیرفتند. به گفته آخوند محمد صالح، در دوره پادشاهی سناتورک اشکانی، قبایل سکاها در آراخوزیا یا قندهار، گندارا و زابلستان و باختر امارت‌هایی را تشکیل داده بودند و نسبت به فرمانروایان اشکانی تسلیم و مطیع بودند. با مردمان محلی این ایالت‌ها نیز رفتاری دوستانه داشتند. حکومت مجدد بلوچ‌ها در زابلستان. گندسفر یک شاه پارتی بلوچ بود که سکاها را شکست داد و پایتختشان را گرفت و همزمان از اشکانیان نیز اعلام استقلال نمود. نام گندسفر را به گاسپار و کاسپار به معنی خزانه‌دار و فرد جلالت یافته و بزرگ مرتبه ترجمه کردند. ارنست هرتزفلد باستانشناس آلمانی هم معتقد است که نام شهر قندهار از وی برگرفته شده است. در دوران شکوه گندسفر بود که سکاها در اثر پیوست ارتباطی و برقراری روابط برادری استخوان شکاندن و انضمام در قبایل بلوچ و پیوندهای سببی ازدواج در نژاد بلوچ‌ها تنیده شده و روابط پررنگی با آنها برقرار کردند. اتحاد بلوچ‌ها و سکاها باعث گسترش حکمرانیشان بر حوزه هند شد. نبرد بین ایران و توران. این نبرد از زمان سام نریمان پسر کورنگ با افراسیاب آغاز می شود. در زمان طهماسب ادامه پیدا کرده و در زمان کیکاووس به اوج خود می رسد. تمام این داستان‌های فردوسی مربوط به توران در شرق بلوچستان، افغانستان و کشورهای شمال است که در آن دوره همه این مناطق زیر سلطه سکاها بوده که البته قبایل مادها بعدها بر کلیه این سرزمین‌ها مسلط می‌شوند.